کسانی که میگن به هر دلیلی با خدا دیگه نیستن، به هر دلیلی دیگه با مذهب نیستن، هر مذهبی که هستین، خودتون رو نذارین کسی دیگه شما رو با از دین خودتون دور کنه یا با خدای خودتون دور کنه. اگه هم زندگیتون سخته دوستان، زندگی همه سخته. شما میگه زندگی من خوبه، ما همه مشکل داریم، همه درد داریم، همه مشکل داریم، همه نیا کنین مثلا انسان که ما هستیم، که خلق شدیم، همه مشکل داریم. همه، هیچ انسانی من نمیشناسم که مشکل نداشته باشه. بعضی مشکلشون اکسه، بعضی مشکلشون ایگرگه، ولی مشکل هست. خب موفقیت و سرمایه درسته مشکلات کم میکنه و این مشکلات دیگه میاد که اون کسی که من وقتی 15-16 سالم بود یه مشکلاتی الان دارم که اون موقع نداشتم. پس ناامید نشین از خداوند که بگین من زندگیم الان بده. بگین خدا رو شکر، اتاق دارم، یه جا هست که گرمه، چند تا غذا دارم، شکر گزار باشین، خدا بهتون بیشتر میده دوستان.